کسی که عاشقش بودم از اینجا خودشو پرت کرد پایین. نتونستم کاری بکنم. مثل برگ پاییز پرت شد، مثل سنگ زمین خورد. حظ و وجدان داشتم که چرا نتونستم نجاتش بدم. هر شب تو خوابم میدیدم دارم هولش میدم. هر شب. اینا رو نگفتم بترسی، گفتم که بدونی. حرفای توی چشمات خیلی عمیقه. آدم حس میکنه باید نقاب روی صورت تو برداره. خیلی کنجکاوم بدونم اگه آدم درونم رو ببینی عاشقم میشی؟ صورت تو هم نقاب داره. اما یه روزی بالاخره برش میداری. فقط میدونی چیه؟ من میتونم عمق وجود تو ببینم و همینم هوش از سرم میبره. دارین گریه میکنی؟ یه قصه تعریف بکنم؟ توی همچین سرمایه سختی یه گنجشک با بچهش به شاخه یه درخت پناه برده بودن. بچه گنجشک به مادرش میگه یه شکارچی داره میاد طرفمون، داره گریه هم میکنه، اما مادرش بهش میگه ساکت باش. بهش میگه به اشکاش نگاه نکن، خونه روی دستشو ببین. همه چی اونطور که به نظر میرسه نیست. برای اینکه حقیقت رو ببینی میتونی کور بودن رو به جون بخری؟ من میخرم. تو رو از پرتگاه دلم پرت میکنم پایین. میتونی دوستم داشته باشی؟ منو با مرگ تهدید میکنی؟ میخوای پرتم کنی پایین؟ این دیگه چه عشق و دوست داشتنیه؟ بگو دردت چیه؟ مشکلت با من چیه؟ نمیفهمی فیروزه، درد من تویی. تو ولم کن. باشه، اما حق نداری جایی بری. فیروزه، فیروزه، نمیبینی دارم به خاطر دیوونه میشم؟ آره دارم میبینم دیوونه شدیم. حالا از اینجا منو ببرین.
شعله ها خاله علیه چه خبر؟ سب کن ببینمت. این فیروزه داره چی کار میکنه؟ کاری نمیکنه که. شعله خب تا نفهمم منظورتون چیه که نمیتونم جوابی بدم بهتون آخه. شعله دروغ نگو. شما منو خر فرض کردین؟ اون فیروزه داره با رئیس شرکت دمیرکان میگرده. اون دنبال چیه؟ منم نمیدونم خاله علیه به خدا. برو بابا، تا همین الانشم از رنگ لباس فیروزه خبر داری. حرف بزن وگرنه من میدونم و تو. میخواد باباشو از زندان آزاد کنه. هر کاری که میکنه به خاطر اونه. به خدا کار بدی نمیکنه خاله علیه، باور کنید. شما چه میفهمین کاری که داره انجام میده خوبه یا بد؟ ها؟ جفتتون لنگه همین. میدونم باهاتون چی کار کنم. حالا ببین، میرم به مامانت میگم دارین با فیروزه چه غلطایی میکنی. میرم میگم خبر دارم با اون جلالم سر و سرداری و هر روز صبح میری دیدنش. همه رو به مامانت میگم. حالا صبر کن شعله، صبر. خاله علیه صبر کن آخه. برو ببینم به شریک جرمت بگو نجاتت بده. بگو بیاد کمکت. پاشو براک جان دیگه بریم. نفهمیدم. لطفاً بیشتر از این مزاحمشون نشو، بذار راحت باشن. بذار خودمون در موردش تصمیم بگیریم. مامان نظرت چیه؟ براک حق با مادرته. اینطوری به نظر منم درست تره. تو خونه یه چمدونه بیارش. صبر کن، هیچ کس هیچی نمیاره. هنوزم امیدواری بتونی بمونی؟ اگه توجه کنی انگار نامزدت هم زیاد مایه نیست. انقدر خودتو خار نکن. مامان ساکت شو دیگه، هیچی نگو باشه؟ از بازی کردن خوشت میاد نه؟ اما اون بازی نیست. اینطوری بازی میکنن خانم کوچولو. زود باش سوارشو خستم کردی. من سوار نمیشم. به نظرم جفتمون سوار یه ماشین بشیم برات بد میشه. اینطور نیست؟ شما برو، من با آیاز میام. هر جور راحتی. دختری که یه شب مهمون بودنشو نمیتونی تحمل کنی، میخوای یه عمر زندگی کنی باهاش. مامان ببین، آیاز کاش نظر منم میپرسیدی. دوست نداشتم اونجا باهات بحث کنم، اما من نمیخواستم برم خونه. میشه منو برسونی؟ باشه. خداحافظ. من صفیه کرکماز در تاریخ 25 مارس سال 2018 نیهاد کرکمازو کشتم. پیاده میشم. کجا میری؟ کار دارم. باشه، هر طور راحتی. تهدیدم کرد، بهم گفت یا پولو میاری یا میمیری. با خودم گفتم پولو میدم بهش و خلاص میشم، به تو هم توضیح میدم بعدش. خب به زور سوار ماشینم کردن، کلی جیغ زدم که زدن بیهوشم کردن و
بعدش هم چشم باز کردم دیدم توی آدنام. بعدش هم که گیر کرده بودم دیگه. با هر زحمتی بود فرار کردم اومدم اینجا. وای دختر انقدر واقعی تعریف میکنی که هر کی ندونه انگار کلی بزن کردی. بام باشه به جهنم، اصلا باور نکن. خیلی که از تو میخواد برسه خدا میرسونش. میگن آدم عاشق حرف عشقشو باور میکنه. مگه تو منو دوست نداشتی؟ مگه تو عاشقونه منو نمیخواستی ها؟ ای خاک بر سر من که بعد این همه کار کردن آدم شناسم نشدم واقعا که. بابا صبر کن، کجا داری میری دختر؟ دارم میرم به جهنم فاروق. گفتن یه جای خالی دارن، منم گفتم جونمو بگیرن از این بدبختی راحت شم. شاید اون موقع باورم کنی، اما حقم نداری بیای سر قبرم، فهمیدی؟ باشه سفدا باشه، دیوونه نشو یه دقیقه. باشه بیا یه دقیقه بشیم و هم دیگه حرف بزنیم. بابا دیگه در مورد چی میخوای حرف بزنی ها؟ من میخواستم زنت بشم، تو هم خواستی. کارت ملیم هم گرفتی گذاشتی توی کیفت، اما انگار پشیمون شدی فاروق خان. چی شده که پشیمون شدی ها؟ خب سفدا تو خودتو بذار جای من دختر. ببین اگه میبینی سختته قبول نکن، تصمیم تو بگیر. یا منو ببر خونتون دستبوسی مادرت، یا ولم کن و برو. خوش اومدین. کجا بودی تو؟ اومدم دیگه. بیا. من دختر یوشار کینارم. مشکل خاصی نداره، حالش بهتره. فردا میفرستیمش زندان، داروهاش هم میفرستیم. از این به بعد تجهیزات درمانگاه زندان براش کافیه. آره خیلی کافیه. باشه ممنونم. منم بازم بهتون زنگ میزنم. فیروزه تو کجایی؟ چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ مردم و زنده شدم دختر. فیروزه خاله عالیه اومده بود، همه چی رو میدونه، همه چی رو فهمیده. کلی تهدیدم کرد، گفت میام به مامان جلالو میگم، جریان ارتان و اینا رو همه رو میدونه. بابا بهم گفت شریک جرمی و به حسابت میرسم. بدبخت شدی رفت. فیروزه مامانم اگه قضیه جلالو بفهمه تیکه تیکم میکنه ها، نمیذاره پامو از خونه بذارم بیرون. نگی نگفتی یا؟ باشه خودم حلش میکنم، خودم همه چی رو حل میکنم. من خودم همه چی رو حل میکنم. یه دقیقه دختر وایسا ببینم چه شده. آخه حالت خوبه؟ تو چی کار میکنی با خودت؟ میخواست منو از پرتگاه پرت کنه پایین. چه پرتگاهی؟ کی میخواد پرتت کنه آخه؟ ارتان اولش منو هول داد، بعد دوباره گرفتم از پرتگاه هولم داد. این یارو دیوونه است. چرا هولت داد آخه؟ تو اصلا با اون آدم لب پرتگاه چی کار میکردی دختر؟ ای بابا نمیتونه، اونجا خیلی جلوی خودمو گرفتم داد نزنم. من دختر یاشار بینارم، اون میخواد عاشقم بشه. برو بابا، چه عشقی چه کشکی، دیوونه روانی. فیروزه یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، اگه دفعه سوم مچ تو بیاد بگیره چی میشه ها؟ من میرم خونه با مامانم حرف بزنم، تو نگران نباش. فیروزه منو بیخبر نذاری یا؟ ای بابا. بازیگر بزرگ وارد می شود، باید بهش اسکار بدن. وقتی فهمی گفت ویدیوهای اون روز خاصی بهت آفرین گفتم، به فکر من نرسیده بود. مثل برگشتن قاتل به محل جنایته. منظوری نداشتم. بگذاریم. الان دیگه مطمئن شدیم دستیار دختر یاشار پیناره. یه وقت یه جوری نگاه میکنی انگار از اول همه چیو میدونستی و به ما نگفته بودی که ما هم نفهمیم دختر کیو دنبالش نیفتیم. هیچ کس واقعیت اون یکیو نمیدونه، فکر میکنه میدونه. الوان توی سیرم بریز. ریختم ماما. به فیروز خانم خوش اومدین. الوان برو از همسایه رب بگیر بیار. نونو بزنیم تو رو بخوریم، مزه گوشت میگیره. باشه ماما. آخه جدیدن مد شده گنجشک و رنگ میکنن جای قناری میدن. خب فیروزه زود باش،
یه چیز هیجان انگیز بگو. مامان اینطوری نکن، بیا مثل مادر دختر یه بار درد دل کن. حالا که گیر افتادی یاد درد دل مادر دختری افتادی. منو دیوونه نکن، انگار میخواد بچه گول بزنه. مگه نمیگفتی اونا دشمنمونن ها؟ میگفتی گناهکارن، باید به حسابشون برسی. هدف منم همینه دیگه. من به خاطر بابام اونجام رفتم تو شرکتشون، اما اونا نمیدونن من کیم. فکر کردم شاید اونجا مدرکی چیزی پیدا کنم، برای همین رفتم اونجا استخدام شدم. دختر تو زده به سرت؟ مگه تو پلیسی؟ مگه چند سالته که داری از این غلطا میکنی؟ میخوای اون مرده بزنه بکشتت؟ اگه بفهمه چی؟ ندیدی چطور نگاه میکنه آخه؟ یه جوری میخنده که انگار نمیخنده. خیلی عجیبه. این یارو یا تو رو میکشه یا خدایا توبه استغفرالله. کارای اخراجش رو انجام دادم. به خاطر جعل مدرک و کلاهبرداری هم فردا ازش شکایت میکنم. برای خانم کوچولو درس عبرت بشه. هیچ کاری نمی کنی. نفهمیدم. میخوام ببینم تا کجا قراره پیش بره. چرا؟ تو دنیای کورا فقط پادشاه چشم داره. نمیدونه که میدونم. میخوام دشمنم رو بشناسم که قدرت و درایتش چقدره. باید بفهمی قراره به کجا حمله کنه. هدف چیه ارتان؟ اینکه چطور میخواد تحمل کنه و فریاد نزنه که کیه. ببخشید ولی چطوری میخوای این کارو بکنی؟ میخوای خفش بکنی؟ حالا که داره با من بازی میکنه منم باش بازی میکنم. اون دنبال حقیقته. تا حالا به این فکر کردی ممکنه موفق بشه؟ جای کند کردن چاقو داری تیزش میکنی. همش هم به خاطر غرورت ارتان خان. اما یادت نره شیطان غرور رو بیشتر از همه چی دوست داره. مهوش، هر چی میدونی فراموش میکنی. همه چی مثل قبل ادامه پیدا میکنه. تو خل شدی. به خاطر عشقت ما رم نابود میکنی. خل شدم؟ پس میفهمی مهوش؟ آره خل شدم. میخوامش، اونو میخوام. ای بابا مگه میشه یهو به مامانم بگم؟ سکته میکنه. ساکت باش فاروق، منظورتو فهمیدم. زبونی بهم میگی بخشیدیم اما در اصل میخوای مثل قبل ادامه بدیم و سفدا بازم برگرده کاباره. ای داد عقدم بی خیال. اصلا سفدا کجا؟ خونه زندگی داشتن کجا؟ آخه عزیز من باید یکم اول آمادش کنم. من اسم تو روی قلبم نوشتم فاروق، اما تو داری بازی در میاری. خودتو پشت اون مامانت قایم کردی. من مامانمو میشناسم، گیر میده بهمون. قیامت به پا میکنه. قیامت. ای بابا هر کاری میخواد بکنه. اصلا قیامت برپا کنه. مگه تو نمیخواستی مثل کو پشتم باشی ها؟ ها فاروق، نمیخوای بگی سفدا زن منه؟ تو دیگه چجور مردی هستی؟ مرد بودن فقط برات بعد از خاموش شدن چراغ آزاره؟ را بیافت. آخه رفتنت به اون شرکت باید برای منم فایده داشته باشه. نه درخواستی پیدا کردی نه شاهدی. چی کار کنم مامان؟ بشینم بگم همه چی درست میشه و بابام خودش میاد بیرون؟ آره
نه خیر، فردا استعفا بده. این مسخره بازیت هم تموم کن. نمیشه. تو این کار حالیت نیست. طرف میخواد بذارت تو تابوت. حتی اون عایشه اومده میگه راز خالی فیروزه پیش من در امانه، به مامانم چیزی نمیگم. امروز آوردت اینجا، معلوم نیست دیگه. ببین هر لحظه ممکنه گیر بیفتی دخترم. همون موقع برای اونم فکر میکنم. الانم تا هر جایی که بشه پیش میرم. فهمیدی؟ در مورد چی حرف زدی که اومد بیرون عصبی بود؟ ای خدا، همه غلطا رو تو بکن بعد من بهت توضیح بدم. تو حق حساب پس گرفتن از منو نداری. هرچی گفتم به تو چه؟ الوان چای دم کن. الان داداشت میاد. یه بشقاب تمیزم براش بذار. ماما چیه؟ میشه به داداش نگی؟ خواهش میکنم. دریا بسیار زیباست. وقتی کنار دریا میستی به امواج نگاه میکنی. رسیدیم. سخته اما تحمل میکنیم سفدا. بریم، فقط خدا به خیر کنه. راه رسیدن به خونمونم سخته والا. خوشگل ترین مامان دنیا. ببین عروستو آوردم برات. ببین بالاخره آوردمش. آوردم. مامان دستتون. چه مامانی؟ این چرا اینجاست فاروک؟ مامان سفداست. عروست اومده دستتو ببوسه. تو خل شدی؟ قاطی کردی؟ چه فاروک ها؟ قراره که ازدواج کنی؟ فاروک اینو از جلوی چشمام ببر بیرون تا نزدم لهش نکردم. الان گناهشو میاره تو خونه. مامان چیکار میکنی؟ بیرون. واقعا رفتارتون زشته. زشته یا کارات؟ فاروک این چی میگه؟ اون چشمای ورقلومیت مامان. چه ازدواجی؟ مگه من مردم؟ برو بیرون. گفتم برو بیرون. مامان جان یه لحظه آروم باش. خواهش میکنم. این 1000 پا اومده اینجا چیکار؟ مگه سر گردن است؟ فاروک من دیگه تحمل ندارم. باشه سفدا وایسا ببینم. یه لحظه گوش بده. به چی گوش کنم ها؟ به چی؟ برداشتی یه دختر کابارویو به عنوان عروسم آوردی خونم. به خودم آتیش میزنم. مامان سفدا حامله است. والا حامله است. قرار نوتو به دنیا بیاره. بفرمی. ممنونم. خداحافظ. به سلامت. شریفه چی اومده؟ برای قرطانه. جدی؟ تو اتاقشه. دایی گفت میخواد دوش بگیره. این موقع شب کجا سری میری ماما؟ تو چشم نگاه کن. به نظرت من خر میشم عمرن دختر حامله باشه؟ باشم خدا میدونه بچه کیه. بیا عزیزم. ممنون جونم. داداش چی شد؟ مامان از خونه رفت؟ نه فکر نمی کنم. راستی حامله است. ای بابا، یکیتون حداقل حرف منو باور کنه. حالا دیگه شدم چوپان دروغگو. حداقل یکیتون بگه داداش من راست میگه. حامله است. ببین فیروزه، سفدا زن من میشه. همین، چه بخواید چه نخواید. عزیزم جونم. وایسا نبر
صبر کن تا بیام. داریم تعطیل میکنیم خانم. تو خدا من از محلی بالا اومدم، خواهشاً نبند، باز کن. گفتم که زدی، به خدا یه خانواده رو نجات میدی، باور کن. باشه نسخه رو بده. نه یعنی نسخه نیست، تست حاملگی میخوام. گفتم که زندگی پسرم آینده منه. باشه ممنونم. الان بهتری؟ خوبم، حداقل این جریان ختم به خیر شد. همین بسه. راستی ایمیل اومده، درست فردای روز عروسی پرواز داریم برای ماه عسل. تاییدش میکنم. قرعه کشی ملی بلیت تحویل سال. شاید شما هم برنده شدین. شانستون امتحان نمی کنین؟ ممنون. خیلی ممنونم. فروشنده امید الکی. چرا اینطوری میگی؟ یعنی تا حالا فکر نکردی اگه همچین جایزه‌ای ببرم چی میشه؟ چرا دروغ بگم؟ نه نکردم. از پولی که یهو به دست بیاد خوشم نمیاد. خیلی خوب، حالا رویا پردازی بکن. باشه، زود 2 بلیت اتوبوس میگیریم، میریم یه جای ساکت و آروم مثل دادشاه. به چی داری میخندی؟ داریم در مورد جایزه بزرگ حرف میزنیم. اون وقت تو رویای رفتن با دادشاه با اتوبوس داری؟ حداقل با هواپیما میرفتی. راست میگی؟ واقعا راست میگی. میگم نکنه جیبم فقیر شده، رویا هم فقیر شدن ها؟ ربطی نداره، به جاش من خیلی پول دارم، چون مال اون قلب پاک و سادگی تو هم. شانس من تویی. منم مال تو هم. منم یه وقتایی به خودم میبینم دارم میخندم. همش یاد عروسیمون میفتم، ماه عسلمون و بعدش یاد روزایی که قراره تنها باشیم. همه چی خیلی قشنگ میشه. پاشو ببینم. رابیو ذلیل شده. میگم پاشو رابیو. چرا اینطوری میکنی تو؟ بیا. تو چرا اینجوری میکنی؟ شناختش آره؟ معلومه که میشناسیش. خدا میدونه تا حالا چند بار ازش استفاده کردی. بگیرش برو تو. حالا که حامله ای میخوام روش 2 خط باشه، فهمیدی؟ برو تو. ای بابا چرا اینقدر مسئله رو بزرگش کردی ماما؟ تو حرف نزن ببینم. خوش اومدین. سلام. خوش اومدین. مامانم الان برام تعریف کرد، خیلی خوشحال شدم. آقا ارتان این برای شما اومده. به مامانم باید تبریک گفت، بزرگی کرده. کار کرد که باید میکرد. آیاس یکم آروم باش، عذرخواهی خواستی انجام شد. محوش! حتما در مورد کار مشکلی پیش اومده که اینقدر عصبانیه. حتما. چی شده؟ درو ببند. خوش اومدی. ممنونم. چه خبر آرهان؟ قربونت، تو خوبی؟ ممنون. براک یه سر بهش بزنم. باشه. من که نمیفهمم کیو برای چی باید کپیشو برای تو بفرسته. مگه نگفتی انداختی توی سطل آشغال؟ خوب پس آخه مگه میشه؟ بعد این همه وقت کی این درخواست فرستاده؟ ارتان کاش قبل اومدن در میزدی. اومدم بگم دارم میرم.
چی شد مردی؟ باز کن. چی شد؟ نبودی نه؟ مگه من موش آزمایشگاهی هم ها؟ که همینطوری ازم تست میگیری؟ 9 ماه دیگه میدمش بغلت، اون موقع میبینیش مامان بزرگ جون. ها یعنی 10 روزه حامله یاره؟ چطور فهمیدی؟ به دلت افتاد؟ مامان آروم باش تو رو خدا. ساکت. ای بابا چه میدونم، منم همینطوری از دهنم پرید گفتم 9 من هیچی نفهمیدم. ای بابا. باشو ببینم. اینو بیرون کن، من نمیذارم این دختر خودمو کسی کنه. چی کار میکنی آخه؟ یا این زنه رو میفرستی میره یا خودت هم باهاش گم میشی. مامان چی کار چرا مطمئنی از شرکت فرستادنش؟ امیدوارم جز من برای کسی نفرستاده باشن. خیلی عجیبه نه؟ اگه فیروزه پیشت بود چی؟ حتما قصدشون ترسوندن یا تهدیده، چیز دیگه‌ای به فکرم نمیرسه. یعنی کیه؟ آیاز. آره حتما اونه، از شرکتم هست. اگه آیاز بود تو الان صبر نمی کرد. اون نیست، یکی دیگه است، یکی از خودمون و من پیداش میکنم. وقتی هم پیداش کردم بد جور به حسابش میرسم. آخرش پلیس خبر میکنم. این دختر کابارویه رو بردار برو. مامان وسط محله داده بیداد نکن بابا، آبرو حیثیت برامون نمون دیگه. اومده میگه میخواد زنم هم بشه. این همین الانش هم زن چند نفره پسر اولا. منم بلدم فوش بدم. خدا رو شکر کن که فاروق اینجا. مامان بسته دارن میرن دیگه. بلم کن. صبر کن مامان، آخه اینطوری بریم حداقل پالتو همونو بده. بیا خاک بر سرت. بیا اینم بگیر، انگار از فضا اومده با این لباساش. ای خدا، این کیفتم بگیر. بیا این کارت یادم نمیره. این وقت شب پسر دست گلتو انداختی بیرون، نمیگی کجا میخواد کپه مرگشو بذاره مامان؟ پسرم قربونت برم، من که دلم نمیاد تو بیرون بخوابی، اما باید این کثافتو بذاری بیرون. اینی که میگی آخرین پولشو آورد داد به من، گفت بریم برای مادرت هدیه بخریم، بهش احترام باید بذاریم مامان. اینو بزنه به پای همونایی که ازت دزدیده. برو پیکارت. پولمو بده. گم شو. آفرین فاروق، را بیفت. آدم به 2 دقیقه بعدش هم یکم فکر میکنه فاروق. آخه چرا همینطوری پشتم دروغ میگی؟ من چه میدونم؟ نقطه ضعف مادرها چیه سفدا؟ نوه، اونم مادره. گفتم خوشحال میشه قبولت میکنه. فکر کردی داریم سریال ترکی بازی میکنیم؟ فکر کردی مامانت بچه از گوره این چیزا رو میخوره؟ نمیخوره دیگه، نخورد. حالا چی کار کنیم؟ تو کوچه بمونی؟ یه کاریش میکنم، صبر کن. خیر باشه فاروق؟ خیر نیست. برو یاسین، برو سر را و نیسا، برو بینم. خیلی ببخشید اما من ناخواسته حرفاتون رو شنیدم. شما واقعا توی کوچه موندین؟ تقریبا. من دوست دوران بچگی فاروقم، از بچگی با هم بزرگ شدیم، مثل برادرشم. یاسین هستم من. منم سفدام، خیلی خوشبختم. میگم حالا که شنیدین ما شب تو کوچه موندیم، میشه یه شب ما رو خونتون یه جورایی رابط. سفدا ای بابا این حرفا چیه؟ قدمتون روی چشمم باشه. دوست داشتم اینطوری بگم اما نمیشه. چرا؟ چون من از فاروق دلخورم. با احساساتم بازی کرد. بینمون شکرابه. بینمونو برو رد کارت، یالا. فاروق تو داری چی کار میکنی؟ جلوشو بگیر، نمیشه که بمونیم تو کوچه. سفدا دیوونم نکن، تو که هدف اونو نمیدونی. اون تیپشو نگاه بیشور. را بیافن قدم گوش من وز 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 نکن. واسه من عصبانیم میشه. آخه این چه وضعیه؟ خدایا یکم آرامشم ازم دریغ میکنی. فقط یه عروس کاباره‌ای کم داشتم که نصیبم شد.
دختر پولا رو برداشت رفت خرجشون کرد. پسر منم که خر، حالا هم به اسم حامله بودن میخواد بدوشتش. پسر منم که عقل نداره، دخترم از اون مارموزا وقتایی اضافهش به شیطون درس میده. بس دختر دستمو له کردی. له نکردم که. ساکت شو، ساکت. مامان پاشو ببینم. برک چیه؟ خوبی؟ نه نیستم، به خاطر تو. الان میتونستم کنار عشقم بخوابم، اما ببین کجا، کنار تو. پاشو. مزخرف نگو برک، برو بخواب. گفتم پاشو مامان، من که بیخواب شدم، خواب تو هم باید بپره. پاشو. من میخوام بخوابم، تو هم برو تو اتاق خودت بخواب. بعدم این وقت شب چی داریم بگی؟ میدونی که تو پیدا کردن بحثای جذاب استادم. شروع کنیم؟ مثلا ایرماک، دختر بیچاره چطوری خودشو کشت؟ خودشو از پرتگاه پرت کرد با اون همه زجر. چطور بود؟ از این موضوع خوشت اومد؟ خوبه. نمیدونم، اما من از آبجی سفدا خوشم اومد. به نظرم اینو پیش مامان نگو. حالا چی میشه؟ یعنی داداش دیگه بر نمیگرده؟ والا از این اتفاقا چیزی که یاد گرفتم این بوده که مامان بی خیال پسرش نمیشه. بیا اینجا، اون طرفشو بگیر. میخوام 2 سوال ازت بپرسم. اولیش بابام. بهتره، نگران نباش. با دکترش حرف زدم، قراره فردا بفرستنش زندان. آخیش خدا رو شکر، حالش خوب باشه کافیه. دومیش آبجی، اونی که امروز اومد کی بود؟ چی شد؟ چون کوچیکم چیزی به هم نمیگین، اما من دیگه بزرگ شدم. بیا اینجا. حق با توه، اما بعضی چیزا برای منم بار سنگینیه و خیلی سخته. برای همین نمیتونم اون رو روی دوش تو هم بذارم. تو اینقدر پاک و تمیزی که نمیذارم هیچی کثیفت کنه عزیزم. تا وقتی تو هستی من طوریم نمیشه. معلومه که نمیشه، اصلا نمیذارم. بیا اینجا. فاروق، من چند تا انگشت دارم ها؟ آخه نمیتونم حسشون کنم. فکر کنم چند تاشون افتادن. شایدم انگشتامو دزدیدن. یخ زدم بابا فاروق، سر شدم. باشه سفدا، فهمیدم دارم گرمت میکنم دیگه. گلم خدایی لباستم خیلی نازکه. چه میدونم فاروق، از آدانا اومدم یخ بندون استانبول یادم رفته بود. الان خودم گرمت میکنم، قربونت برم. اصلا خودمو برات همینجا آتیش میزنم بابا. ای وای فاروق، بکش کنار ببینم. این گرم کردن یا خفه کردن؟ ای بابا انقدر سخت نگیر، چیزی نیست. انقدر هرس میخوری. ببین من زیپ کاپشنمو باز کردم. اون وقت تو داری با سرما میجنگی، میگی سرده. بابا نجنگ باش کلنجار نرو دختر. سفدا چیه؟ دلم برات تنگ شده بود. به خدا دلم برای عطرت تنگ شده بود. واسه این نگاهت، واسه صدات، واسه همه چیزت دلم تنگ شده بود. حالا چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ نه اگه یه سقف بالا سر برامون پیدا نکنی باید همینطوری موس کنی. کور خوندی آقا، فهمیدی؟ حیف مامانم پولمو گرفت. اگه نگرفته بود الان توی هتل به عشق و حالمون میرسیدیم. از دست تو عالیه، از دست تو.
بریم با هم حداقل یه چیزی بخوریم. آره بریم. تمام کمودا، کتابخونه ها و تمام اتاقا رو بگردین، همه جا، حتی میزای بیرون اتاقا، اونایی هم که قفلن یه طوری بازشون کنین، حتی مال مهوش خانم، همه جا. حتی مهوش خانم؟ آره فهمی، اتاق تو هم میگردن، با همه یه جور رفتار میشه. اعتراضی داری؟ خوبه، شروع کنید. بیرسل باید صحبت کنیم فوراً. زود باشه، سریعتر، باید تو شروع شدن ساعت کاری تموم شه. اثر انگشتای زیادی هست، همشون رو برداشتم، اما برای گرفتن نتیجه باید منتظر بمونین. وقت من با ارزش از انتظارم خوشم نمیاد. طبق این چیزا عمل کنین، فهمیدی؟ بله قربان. منو بیدار کرده، خودش گرفته خوابیده. نگاه کن تو رو خدا. دقیقاً چی گفت؟ گفت میخوای از مرگ ایرماک صحبت کنین؟ یعنی خبر داره؟ انگار. اینقدر اتفاق برای یه روز بسته دیگه. بریم یه چیزی بخوریم. ارتان حرفامونو میشنوه. ارتان خونه نیست، شرکت. زود باش بیا. آیوز اینجا چی کار میکنی؟ زنگ زدم جواب ندادی، بیا پایین، میخوام یه چیز مهم بهت بگم. خیلی خوب الان میام. زود باش. آیاز چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نکنه فهمیدن من کیم؟ نه، هنوز در مورد تحقیق میکنه. نه نمیدونم، یعنی فکر نمی کنم، اما حتما در مورد فیروزه‌ای که دستیارش تحقیق میکنه. درسته؟ از قصد اینطوری میگی؟ دست میذاری رو نقطه ضعفم؟ نمیبینی هر دفعه که اونطوری نگاهت میکنه چقدر عصاب میکشم؟ نمیفهمی فیروزه؟ نکن. چی شده؟ چرا اومدی؟ درخواست. یکی اونو برای ارتان فرستاده. رفتم براکو برسونم خونشون، دلیل دیگه ای نداشت. براش پاکت رسیده بود، پاکت رو باز کرد، قیافش رفت تو هم. همونجا فهمیدم یه مشکلی هست. با مهوش رفت تو اتاق. رفتم که بگم دارم میرم. حرفاشون از پشت در شنیدم و وقتی رفتم تو حالشون رو دیدم. درخواست اونجاست. آیاز ما باید اونو از اونجا برداریم. برمیدارم. ما به هم یه قول دادیم. از ارتان فاصله بگیر. خواهش میکنم. اون میفته زندان، پس دیگه نیازی به فاصله گرفتن نیست. ممنونم.
خاطر اینکه خبر دادی ممنونم. من الان چطور برم؟